أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. و بئش کنای آیا حالا هما کسی که آیا ماوتی نشانی داتگتند پدا چه آیان درات پدا رندا کبت آیه شیطان بید چه ردراهان و گمراهان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اگر ما بلوٹتی علما برز کتگت ما آیشان تا آیاتانیگی و بلی آلیتت دنیای نیمگا و رندی گبت و تی واهشتانی. فمثله كمثل الكلب، مثال آیه چو کچک کائنت. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اگر تو سکی بکنه پا آیا ها زبان کشید، اگر آیا یلو بده ها زبان کشید بزان حسید. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. یہ مثال درورند همایانی که دروغ بندش کتند می آیات. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. نیم بیان بکن یه حالا دانکه غور و فکر بکنند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. سک بدند درور همایانی که دروغ بندش کتند می آیات و آیان تاوان و تا داتگد. من يهدي الله فهو المهتدي. کسیا که الله سوها بکند پر راها و را علما سوهوند. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. و کسیا که رد راه بکند گمراه بکند و را همیشند نقصان کنوک و خسارت کنوک تاوان کنوک. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. و ما پا دوزها بازین جن و انسانی پیدا کتگ. لهم قلوب لا يفقهون بها. دلش هستند که سرپد نبندگو آیا. ولهم اعین لا یبصرون بها. و چمش هستند نگندندگو آیان. ولهم آذان لا يسمعون بها. و گوشش هستند نعش کنندگو آیان. اولئک کالانعام بل هم اضل. ای چو دلوت آیند چو حیوان آیند بلکه چه آیان ها گمراهتر و ردراهترند. اولئک هم الغافلون. همه مردمند بی ترانگی مردم بی سدی مردم که غافلند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. و درستی شرین نام الله و تیگند
نین تواری بجنت الله گو هما ناما گو هما شرری ناما الله توار بجنت وذروا الذين يلحدون في اسمائه و بلت همایان که الله نامانی تها چوتی قبول کنند سیجزون ما کانوا یعملون آگورا زیت وتی کتگینانی شزای گندند وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون و چه همه مردمان که ما پیدا کتگند یک تکی هستند ره دربری کنند راستین راهه و گو آیا انصاف کنند والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و همایان که دروغ بند کتگند می آیات گره ما آیا سبک سبکا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون گره ما آیا همایان که می آیاتش دروغ بند کتگند هاشایش کتگند گره ما آیا گرفتش کنه ما آیا سبک سبکا به تدریج کم کم چه همودا که ودا آیا صد و سماح نبید چه همودا ما آیا گرفتش کنه که آب وط هم نزاند هیچ صدش هم نبید که ما را ایکو لگه و املی لهم و ما آیا موه دیا آیا فرصت دیا این کیدی متین بیشک منی توجیل و منی کید و بند سک مهرنت و محکمت اولم یتفکروا زان آیا فکر نکتک ما بصاحبهم من جنه که آیانی همراه گنو که نهند این هو الا نظیر مبین او یک ظاهرین زند و ظاهرین ترسینو که اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم زان آیا آزمانانی و زمین بادشاهی ندیدند و یه دیگه چیز که الله پیدا کتگند و یه بیتکند که آیانی حجل نزدیک ببید فبأي حديث بعده يؤمنون پدا رنچ قرآن کجام گپ سرا پدا فبأي حديث بعده يؤمنون پدا رنچ قرآن کجام گپ سرای مردم ایمان کارند آیان که قرآن آیاتانی سرا ایمان نیورد مؤمن نبیتند باورش نکد یقینش نکد و را پدا رنچ قرآن آیاتا کجام گپ سرا ای مردم یه تک و گروه ایمان کارند من یضلل الله فلا هادی له کسیا که الله گمراه بکند الله رد راه بکند هیچ کسی آیا راه پیش دارو که نبید و یذرهم فی طغیانهم یعمهون
او یلوش داد الله دوتی سرکشیتها سر ببند. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، جست کنند چطور، مراد پیغمبر علیه السلام، ای پیغمبر جست کنند چطور قیامت باروا که آکدی کیت قیامت روچ آساحت ادا چه ساحتا. یسألونک عن الساعة چه آساحتا مراد قیامت روچین جست کنند چطور که قیامت روچ کدیگ کیت. قل انما علمها عند ربی، بگش آیه علم آیه ذات منی رب گرایند. لا یجلیها لوقتها الا هو، آوت آیه وحدا ظاهر کند. ثقلت فی السماوات والارض، آم آزمانان و زمین گرانی گپی قیامت گپ. سبحان الله، قیامت آیه گپ وحدی که قیامت برپای بید دنیا حلید. ثقلت فی السماوات والارض، آم آزمانان و زمین گرانی گپی. لا تأتیکم الا بغته، آکیت شما سرا اناگتا، هنچو که شما هیچ سار نگرید اناگتا آشما سرکیت قیامت. یسألونک کأنک حفی عنها، جست کنن ترا گوشه که تو آیه شوهازی گئی. قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون، بگش آیه علم آیه زانت تیوکا الله هستند و بله گیشتری مردم نزانند. سرپد نبند. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگش مستر نیامم و تی جرنده نپو کت و تاوانه، بله هرچی که الله بلوتید. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، و اگر من بزانتینند چیرین گپ ورا بازی نپوکتی دستا ارتگت. و ما مسنی السوء، و منا هیچ تاوان و نقصان نرسدگت. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من یک ترسینو کو مستاق دیو کیان به همه مردمان که ایمانش ارتگو من نوگرند تو ایمان دارند. لقوم یؤمنون، به همه مردمان که مؤمنند ایمان دارند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، بزن الله هما انت پیداگی کتک شما را چه یک سایا او سازیتی چه همایا آی لوگ بانوک چه یکی سایه مراد حضرت آدم علیه السلام و سازیتی و جعل منها زوجها لیسکن الیها و سازیتی چه همایا آی لوگ بانوک بزن بیبی حوا دان که آرام بگیرید آی گورا سکون بگیرید. لیسکن الیها تا که آرام و سکون بگیرید آی گورا. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، وحدی که جب بیتند جن و مرد گورا زرتی باری سبکی خفیف حملا خفیفا گورا زرتی باری سبکی
ترت گو آیا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وحدی که مارتی گرانی توار پر جد دوی جن و مردا الله دوینانی واجهند. فلما أثقلت دعوا الله ربهما وحدی که مارتی گرانی توار پر جد دوی جن و مردا الله دوینانی واجهند. لئن آتیتنا صالحا لنكونن من الشاکرین. اگه تو بده ما را سلامتی چوکی گوڑا ما علما چه شگر گروکان بین. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدی که داد الله آدوینا چوکی سلامتی جورش کت پا آیا شریک ما الله داتگین چیزا. فتعالى الله عما يشركون. گوڑا الله چه آیانی شرکا پاکند. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. زانا چوشینا شریک جور کنند که هیچ جور کت نکنند و آوت پیدا کتگینند. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. و نه آیانی مدد تا کت کنند و نه اینکه وتی جرندا مدد و کمک کت کنند. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. و اگر تو توار بکنه آیان پر راها آشمی هبرا نزیرند. سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. برابرند که شما آیان توار بجنید یا بی توار بید. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بیشک همایان که شما اشتوار پر جنید عبید الله چو شما رنگین بنده هند. عباد امثالكم چو شما رنگین عبد. عباد جمع عبد مراد بنده هند. همایان که شمایش توار پر جنید عبید الله و غیر چه الله چو شما رنگین بنده هند چو مثل شما بنده هند عبدند. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. پدا توارش بجنه تو بچارتش باید این جوابا بدهند شما اگر شما راست گشو کید. صدق الله العظیم.